اسامه زید بن حارثه رو میفرستاد. اسامه که پسرشون است. زید بن حارثه پسر خوانده رسول صلی الله علیه و سلم رو میفرست. در یک از شبها که غالبا در رمضان هست، در رمضان اتفاق میفته این حکایت، در رمضان سال 40 عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم، در یک از شبها رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل این غار در برندای این کوه نشستن و عبادت میکنن. ناگهان یک صدای میشنون و شما تصور بکنید انسان در دل تاریکی شب در داخل کوه، در داخل یک غاری که هیچ صدایی نیست، یعنی سکوت محض فرماست بر همه جا، یک شبی آرام در دل مکه مکرمه در بلندای کوهی که فاصله داره. اون موقع هنوزم الان در ابتدای، با اینکه شهر بزرگ شده بعد از 1400 و اندی سال و بعض پوزش شهر گسترش پیدا کرده، هنوز هم غار حرا در ورودی های شهر مکه است. یعنی هنوز هم انگار که از حرم چندین کیلومتر فاصله داره. اون موقع که خیلی دور بوده از مکه اون زمان، که کل مکه اون زمان محدوده مسئول حرام فعلی رو بیشتر در بر نمی گرفت. الان یک دفعه یک انسانی میاد، صدایی میشنون، برمیگردن، یک انسان اینجاست، یک مرد اینجاست، یک مردی خوشقامت با لباسهای زیبا و آمده و میاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو یک دفعه میگیره، در آغوش محکم فشار میده. یک دفعه میاد و در آغوش میگیره و فشار میده، میگه بخوان، اقرا، و این تعبیر اقرا. الان تصور کنین حال رسول صلی الله علیه و سلم رو. خب این اتفاق برای من شما بیفته، انسان میترسه این چیه؟ این انسانی هست، جنی هست و چهره‌ای که در مکه ندیده تا به حال. این چهره رو نمیشناسه. رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام مکه رو میشناسه. مکه مگه چند نفر درش زندگی میکنن؟ الان در یک روستای ولو 1000 نفری، کسانی که از بچگی در یک روستا به دنیا آمدن و بزرگ شدن همه فک فامیل بودن دیگه، در مکه همه پسرعمو بودن، همه پسرعمو دخترعمو هم با همه همدیگه رو میشناسن، فلانی فرزند فلانی. این چهره جدیده، اهل مکه نیست، یک چهره جدیده، یک سیمای بسیار زیبا، یک بدن و هیکل بسیار زیبا به شکل انسانی آمد و الان علاوه بر این که اومده حالا نه شروع میکنه به کلام، انسان غالبا میاد اجازه میگیره، سلام میکنه، خودشو معرفی میکنه، اجازه هست بشینم، اما یک دفعه آمد و مستقیم هم بغل کرد رسول صلی الله علیه و سلم رو و چنان فشار داد. رسول فرمودن که چنان رسول الله صلی الله علیه و سلم که من رو فشار داد که اصلا احساس کردم سینه قفسه سینه من استخوناش داره میشکنه. محکم فشار میده، میگه بخوان. به کی میگه بخوان؟ به کسی که خواندن نوشتن بلد نیست اصلا. رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از معجزات ایشون این بود، این یکی از معجزات رسول است که نبی امی بود، النبی الامی. در قرآن با این تعبیر استفاده میشه، نبی که خواندن و نوشتن بلد نیست. امی یعنی کسی که خواندن بعضی ها امی رو بی سواد ترجمه میکنن. این ترجمه مناسب نیست. چرا؟ چون ما الان در جامعه خودمون بیشتر تعبیر بی سواد برای کسی میگیم که اصلا انگار که علم و دانش نداره و این تعبیر جالبی نیست. کلمه بی سواد، درست، امی معنیش این نیست. امی کسی که خواندن و نوشتن بلد نیست. ما الان داریم عزیزانی که علیهم التعالی اونها رو با گرفتن نعمت چشم به هر حال اجر و پاداش عظیمی میده و چشم ندارن، نمیبینن، اما علم دارن، مدرک دکترا داره، استاد دانشگاه است، نمیتوانن بخوانن. یعنی خواندن و نوشتنی که ما مراد ما هست نیست. حالا خط بریلی جدیدن ابداع شده برای کمک به این عزیزان که اون رو ما نمیتونیم بخونیم، اما آنچه که به عنوان خواندن و نوشتن ما مد نظر ماست بلد نیستن، اما عالمن، اما دانشمندن، اما دکترا دارن، اما استاد دانشگاه هستن. ما خودمون چندین استاد داشتیم در دانشگاه که ماشاءالله نابینا بود و استادی داشتیم نحو که شرح ابن عقیل رو از ابتدا تا انتها متنش رو حفظ بود. بچه میخونه میگفت نه اینطوری نیست، اینطوری خونده میشه. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن بلد نبود. خواندن و نوشتن یکی از اسباب یاد گرفتن است. ما فکر میکنیم چون الان یکی از مهمترین اسباب خواندن و نوشتن هست، کسی که بلد نباشه غالبا گفته میشه که خب پس یعنی تحصیل هم نکرده و دانش هم نداشته. اما تنها راه آموختن نیست، زندگی همش مدرسه است. کسی هست خواندن نوشتن بلد نیست، سواد خواندن نوشتن نداره، اما درک داره، اما شعور داره، اما حکمت داره، اما درایت داره، اما فهم داره. مدرک نداره اما درک داره. مثلا اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن بلد نیست اما معلم همه بشریت شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
الان ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن نوشتن بلد نیست و تا نه تنها ابتدای بعثت، تا لحظه وفات هم رسول صلی الله علیه و سلم خواندن نوشتن بلد نبودن. هم نیاموختن. تا لحظه وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نامه ها رو می آوردن، نمیتونستن بخونن. و در جمله صلح، مثلا صلح حدیبیه چه سالی اتفاق افتاده؟ سال هفتم. بله. یک سال قبل از فتح مکه، یعنی 4 سال قبل از وفات رسول صلی الله علیه و سلم. 59 سالشون بود اون موقع. 4 سال قبل از وفات، وقتی که پیمان صلح نوشته شد بین مشرکین و بین مسلمین، کاتب کی بود؟ سیدنا علی رضی الله عنه. نوشته شد من محمد رسول الله، از طرف محمد رسول الله و فلانی. اونا گفتن ما کلمه رسول الله رو باید حذف کنیم، ما قبول نداریم. اگه قبول می‌داشتیم که تو رسول الله هستی که با تو جنگی نداشتیم. این رو حذف کن. و رسول الله بس سیدنا علی فرمودن که علی کلمه رسول الله رو حذف کن. از علی فرمود که به خدا قسم حذف نمی‌کنم یا رسول الله، از روی محبتی که به رسول الله داشت. و بعد رسول الله فرمودن خب حالا تو که قسم خوردی حذف نمی‌کنی، خب به من ایمانی که داشتن حضرت علی چطور میتونن که رسول الله رو حذف از محبتشون و از ایمانشان، نه خدای نکنده به خاطر مخالفت با دستور رسول الله است. رسول الله فرمودن که خب نشان بده به من که کلمه رسول الله کدوم یکی هست، نشان بده کلمه رسول الله کدوم یکی هست، من خودم حذفش میکنم. این خودش نشان بر این داره. اصلا رسول الله میفرماد، خود قرآن کریم هم میفرماد ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك. اصلا تا قبل از این کتابی نخونده بودی، هیچ چیزی با دست ننوشته بودی. اذا لارتاب المبطلون. اگر تو خواندن و نوشتن بلد میبودی و مینوشتی و میخواندی که میگفتن از پیش خودت نوشتی. یکی از معجزاتی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کتاب رو که برای ما آورد، کسی این کتاب رو برای ما آورد که خودش خواندن این کتاب رو از رو بلد نبوده، حتی خواندنش رو از رو نمیتونست، خواندن نوشتن بلد نبود، حتی لحظه وفاتش بلد نبود. تا کسی متهمش نکنه که این انسان خودش فصیح بود، ادیب بود، بلیغ بود، دانشمند بود، نوشت از پیش خودش نوشته، اصلا خواندن نوشتن بلد نبوده این انسان، اما آمد چیزی آورد که تمام دانشمندای اصل در حیرت موندن تا به قیام قیامت در این کتاب. اینجا الان جبرائیل علیه السلام میگه بخوان. اقرا. خب رسول الله خواندن بلد نیست. چی فرمود؟ اقرا. ما انا بقارئ. من خواننده نیستم، یعنی به این معنا که خواندن نوشتن بلد باشم. من بلد نیستم بخونم، بلد نیستم. رسول الله فرمود ما انا بقارئ، من بلد نیستم بخونم. دوباره فشار میده. رسول الله فرمود که دوباره چنان من رو فشار داد که اصلا نفس انگار که نفس داره از سینه بیاد بیرون، محکم تر از قبل. بعد فرمود اقرا، بخوان. باز رسول الله فرمود ما انا بقارئ، من خواندن بلد نیستم. بار سوم محکم تر فشار داد اقرا، بخوان. اینجا رسول الله میفهمد بار سوم باز فشار داد. من گفتم مگر یک بار دیگه این فشار بده که دیگه نفسم بیرون میاد. گفتم چی بخوانم؟ چی بخوانم؟ بار سوم رسول صلی الله علیه و سلم دیگه الان دست بردار نیست. این معلم، این علمه شدید القوا. علیه مطلب میفهمه اون کسی که داشت یاد میداد به این انسان، به پیامبر من، خیلی زور داره، خیلی شدید القوا است. اون بازوها وقتی که فشار میداد رسول صلی الله علیه و سلم که خودشون هم یکی از پهلوانان قریش بود، ولی به هر حال هر چی باشه دیگه زور انسان با زور ملک، اون هم به هر حال سردار ملائکه باز جبرائیل علیه السلام قابل مقایسه نیست. رسول الله فرمود که بار سوم این دست بردار نیست، نمیدونه که کی است، نمیدونه که کی است، اصلا نمیدونه رسول الله که این جبرائیل است. اگر میدانست که خب خیلی راحت برخورد میکرد، عادی باش برخورد میکرد، میگفت جبرائیل جان خوش آمدی. خواست کجا بدونه که این جبرائیل است؟ برو اول آمده و همینجوری با شکل انسانی اومده بغل میکنه بخوان. فرمود که چی بخوانم؟ فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیه اول سوره مبارکه علق رو که به اسم سوره اقرا هم معروفه، این آیات نازل شد. اینجا الان چه اتفاقی میفته؟ اینها چی هستند؟ اینها کلام الله تعالی است. الان در این شب الله متعال الان اراده داره تا کلام خود رو برای بهترین پیامبر خود بفرسته. 500 و چند سال گذشته، 560 سال حدوداً از رسالت عیسی علیه السلام و بیش از 5 قرن که دیگه ارتباط بین آسمان و زمین قطع شده. این ملک 5 قرن منتظر این لحظه است، بیش از 500 سال منتظر تا کی این نازنین به دنیا میاد و تا کی دستور پیدا میکنه که بره و کلام الله متعال رو منتقل بکنه به این نازنین و پیامبر روی زمین. این شب در ماه رمضان در مکه، همه مکه در آرامش
خوابیدن. غالبا در روستاها شب و زود میخوابن. اهل مکه در خوابن، آرامش همه جا رو فرا گرفته، سنگها آرام، آسمان آرام، اما در عرش الله متعال، اما در آسمانهای بالا سر مکه غوغایی برپاست. ملائکه همه نظاره‌گرن. این صحنه نیست که ملکی از رؤیت این صحنه غافل بشه. ندا داده شده در آسمان ها و زمین. در آسمان که جبرائیل علیه السلام رفته تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم رو نازل بکنه. این همایش عظیم، مگر میشه در آسمان ها ملکی از این خبر غافل بوده باشه که الان قرآن کلام الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم داره نازل میشه. و جبرائیل علیه السلام آمده و عالم نظاره‌گر کوه نور و این غار که در این غار چه اتفاقی داره میفته و این انسان نازنین در آسمان. اگر از آسمان به زمین نگاه بکنیم، در آسمان چه ولوله و چه هیاهویی به پا بوده اون شب. در زمین همه چی آرامه، هیچ اتفاق خاصی انگار در مکه نیفتاده. فقط در غار رسول الله صلی الله علیه و سلم الان اون چیزها رو میشنوه و این میاد و 5 آیه رو برای رسول صلی الله علیه و سلم جبرائیل علیه السلام میرسانه و میره، میگه و غیب میشه و میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم این نفر کجا شد؟ میمونه. کجا رفت این انسان؟ یک دفعه آمد گفت بخوان. چی بخوانم؟ انسان عجیب غریب. اقرا، خود کلام، بخوان. اولین چیزی که ببینیم، ما میدونیم که در سوره، در ترتیب مصحف ما یک ترتیب نزول داریم، یک ترتیب مصحف داریم. وقتی آیات نازل شده و ترتیبی که الله متعال برای ما ترتیب مصحف هم خود امر الله تعالی به رسول صلی الله علیه و سلم و وحی. اما سوره اقرا در ابتدای قرآن نیست، در مصحف. اما اولین آیه‌ای که نازل شده اولین کلمه‌ای که برای این امت نازل شده اقرا، بخوان. امت ما امت اقرا است، علم، دانش، آموختن. ما وقتی که از قرآن صحبت میکنیم، موضوع کلی ما الان در این برنامه قرآنه. بله. کلام الله متعال. این کلام اولین چیزی که از اون نازل شده خواندنه، امر به دانشه، امر به تعقله، امر به قلم. حتی قلم ذکر میشه در همین آیات، علم بالقلم. بله. بحث قلم میاد. این نشان از این داره که این کتاب، این امت علمه، امت دانشه، امت آگاهیه. ما هیچ وقت دعوت به جهل نمی کنیم. کتاب ما هیچ وقت دعوت به جهل نکرده و هر اونچه که ما میگیم بر اساس سند و مستدل و بر اساس علم. آیات نازل میشه، 5 آیه. حالا اگر بخوایم درباره آیات صحبت بکنیم کل یک موضوع برنامه رو باید اختصاص بدیم و صحبت ما، مجال صحبت ما این نیست. درست. نزول این آیات، الان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اتفاقی افتاد و رفت. انسان چیکار میکنن؟ الان دیگه اینجا جای موندن نیست. انسان دیگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل بقیه انسان بالاخره بشر هستن. موسی علیه السلام که از پیامبران اولوالعزم در درجه از رسول صلی الله علیه و سلم پایین‌تر است، ولی بالاخره جز 5 پیامبر بزرگوار الله تعالی است و کلم الله موسی تکلیما، بدون واسطه با الله تعالی صحبت کرده. همون موقعی که در سرزمین تور الله متعال داشت باش صحبت می‌کرد، اومد که بیامینی که یا موسی، فرمود که چی به دستت موسی جان؟ گفت هی عصایا، این عصای من اتوکل علیها، تکیه میدم بهش و اهوش بها علی غنمی، با این برگ‌های درخت‌ها رو می‌ریزانم، ولی فیها معارب اخرى، من خیلی فایده ها برای ما داره. بحث طولانی کرد تا الله تعالی دوست داره هم کلام بشه، بیشتر صحبت می‌کنه. الله تعالی فرمود قال القها یا موسی، بنازش فاذا هی حیه تسعى. یک دفعه ماری شد و در آیات دیگر در سوره شعرا و دیگر آیات الله تعالی می‌فرماید که موسی علیه السلام ولا مدبرا ولم يعقب، فرار کرد، پشت سرش هم نگاه نکرد، جلوی چشمش داره بالا صحبت میکنه. این انسان طبیعت ترس برای هر انسانی پیش میاد، طبیعت بشری است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم انما انا بشر مثلکم، منم انسان مثل شماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم الان در غار حرا این اتفاق که براشون میفته، دیگه چیکار میکنن؟ سری و سیر غار رو ترک میکنن و از این اضطراب و نگرانی الان چی شده؟ الان این کی بود که آمد؟ این حرفایی که زد چی بود؟ اقرا بسم ربک، پروردگاری که خلق میکنه انسان رو از یک علقه گوشت مزغی که در رحم مادرش جاد میشه اوایل، بعد پروردگاری که اکرم است، کریم ترین، بخشنده ترین هست، اونه که انسان رو با قلم یاد داده. و این یعنی چی این معانی؟ و بعد همینجوری تو مسیر راه که داره از کوه میاد پایین و 1 ساعت 1.5 ساعت هم طول میکشه تا آدم از این کوه بیاد پایین. حداقل همونطور که داره میاد پایین فکر میکنه در دل تاریکی شب، وقتی که میاد میرسه دیگه حرکت میکنه، بدو به سمت خانه. کجا؟ پیش خدیجه. همدمش، پناهگاهش در خانه خدیجه کبرا
عزیزترین همسر رسول صلی الله علیه و سلم بوده و دوان در دل شب و نیمه های شب، الان دیگه نزدیکی های دم های سپیدم صبح که میرسه به دم در خانه خدیجه رضی الله عنها و در میزنه. تشکر. سلام علیکم. بگذارید که ایشان در بزنن، ما میان برنامه کوتاهی بگیریم. با در باز کنیم ان شاء الله. بنده عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوان بعد از نزول 5 آیات سوره اقرا یا سوره علق پایین میشوند، به سوی خانه میآیند، چون واقعی عجیب اونجا رخ داد و اون انسان عجیبی هم غایب شد. ترسیده آمدن به سوی خانهشان. اینجا چی میکنند؟ به خدیجه چی میگویند؟ خدیجه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ بعد از یک میان برنامه با ما باشید. الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه صلوا على رسول الله خير العباد